how to put your baby in sleep. مکس رو چجوری میخوابونیم؟ بلنکت رو شروع برمیداریم. اول بالش و بلنکت. اول بالش رو میزه. جورابتون باید کوتاه باشه. بلنکت قهوه‌ای میندازین. اون بالای بالش نه پاتم باید معلوم بشه از زیرش. یکم از پا، یکم از بالش، یکم از بلنکت. بلکه پاتون نفس بکشه. خب حالا بچه‌تون رو میذارین. مکسه. خیلی باید آروم باشه. احساس آرامش بکنه. خیلی با تکونش میدین. هیچی نگیم بزنیم میخواد. الان تا یه 30 ثانیه دیگه بچه‌مون خوابیده. این اولی بود که خوابوندیم. واقعا این چجوری تکون نمیخوره. بعدی میتونی سگ و اینجوری بخوابونی بچه‌تون رو نتونی بخوابونی. خیلی باید خجالت بگیر. این هم یه بچه سیل مودره. سیز مودا. ببین چجوری خوابیده. وقتش کمه یکی آرادی خوابونی. بچه ها که خوابوندیم اینجوری میشه.